خب بریم برای باز کردن گیربکس آیل فور. خب همکارای من معمولا دو روش گیربکس رو باز میکنن، از در جلو و از در پشت. از در پشت باز کردنش وقتی رو میز کار میخوایم کار کنیم و استند نداریم ایدئال تر. خب سنسور ترموستاتیک یا سنسوری که پشت خنک‌کن هست وظیفه اینو داره که زمانی که موتور سرد هست یا موتور گرم هست نسبت به شرایطی که هست و PCU بهش میگه باز و بست بشه تا زمان سرد بودن دما بسته باشه و گیربکس زودتر به دمای ایدئالش برسه. یه سنسور اینجا از سنسور دور ورودیه که رو شفت آخر، شفت E1 و E2 قرار میگیره. یه سنسور این پایینه که سنسور فشار ماه اینجا. اینا همشون هم اکثرا پیچای TC میخورن به صورت فابریک. در پشتمون پیچل میخوره. در مورد باز و بستش با بوکس برقی یا بوکس بادی هم عرض کنم خدمتتون که ما باز کردنش رو با بوکس برقی باز میکنیم ولی بستنش رو با دست ایمن‌تره و ترکش رو میکشیم، چون آیل فور ایراد روغن ریزی یکی از بزرگترین ایراداتشه. پیچای در عقب سایزش رو میبینیم، با در جلو هم هیچ فرقی نمیکنه، یعنی اگه جابجا بشه در عقب و جلو با هم یکی رو میتونین رو هم سوارش کنید. خب یه مقدارم با ضرب باز میشه بابت فشار فنری که داره. شفت اصلیمون کلاچای E1 و E2 اینجان. هاب شفت اصلی، بولبرنگ هاب، قفسه خروجی، فنر برگردون و واشر. این واشره اگر که دوستان سالم باشه و زدگی چیزی نداشته باشه میتونید استفاده کنید که حالا بخوایم هزینه‌های مشتری یا گیربکس رو کم کنیم. خب صفحات دنده 4 رو داریم اینجا. این گیربکس هایی که مستهلکن معمولا ایراداتش اینجوری خیلی قشنگ به چشم میاد. این سوختگی صفحات مال دمای کاری بالاه سیاه کردنش. وگرنه تو گیربکس آیل فور به خاطر جنس خوبی که داره این آزبستا کمتر پیش میاد که خود آزبستا بخواد خراب بشه یا سایش پیدا کنه، برعکس گیربکس چینیام. ترمز اینجا باکن، ترمز خیلی یه پیچ اینجا میخوره، خوبه کامل نمیخواد بازش. یه پیچ اینجا میخوره که از یه طرف باند ترمزی ما رو مهار میکنه، یه طرف فیکس و ثابته، یه طرف از طریق سروها باز بسته میشه. سروی هم که داره اینجاست که بازش میکنیم تا بیابیش کنیم. یه خار جمع کن بیار اینجا رو باز کن. آره احسن. موقع باز کردن هم یه ضربی داره، احتیاطشو کنید. یه ضربی میزنه بیرون، روغن یا چیزی روتون نریزه یا ضربه بهتون نزنه. این سرو دنده عقب حساب میشه. سرو یه لاستیک سرخودم داره اینجاست، ایراد زدگی و اینا رو داریم. این شافت هم باید بررسی بشه از لحاظ خوردگی و اینا. خب این باند ترمز درب عقبمونه. معمولا خوردگی هایی که به وجود میاره باند ترمزه از این قسمته و این قسمت.
دمباریک هست، یه دونه دمپر اینجا داریم. این کارش اینه که ضرب روغن رو بگیره. روغن فشار اصلی که میخواد وارد بشه، فشار اویل پمپ شیر برقی، وقتی با فشار بالا واردش میکنه این ضربش رو میگیره که اینجا به این صورت قرار میگیره. خب در عقب دیگه تقریبا چیزی نداره. میریم سمت در جلو. بزنم بالا یا بزنم پایین؟ نه شره. خروجی گیربکسه که از دیفرانسیل میخونه. اکثرا توی مدل بالاها و تیپ 5 و 6 این حذف شده و از دور خروجی از ABS چرخ میگیره. ماشینی که الان من باز کردم گیربکس مربوط به پژو پارس. پژو پارس گیربکسش خب نسل پایینه، نسل همون اولیه هاست که سنسور دور خروجی رو از این قسمت از دیفرانسیل میخونه که توی همون نسل‌های جدید این مسئله رو حذف کردن و بهتر هم هست تا حدودی. خب اویل پمپ رو باز میکنیم. اویل پمپ همه پیچاش رو نیاز نیست باز کنید، چند تا پیچشه که من باز میکنم خدمتتون برای جدا کردنش. پیچای بلند که اویل پمپ رو به پوسته چسبونده رو باز کنیم. اویل پمپ و فیلتر با هم دیگه در میاد. شش تا پیچ کافیه. بقیه این پیچا برای اتصال خود اویل پمپ. یه دونه پیچ تیسی هم اینجا داریم که کوتاه‌ترین پیچمون هم هست که فیلتر رو فیکس کرده روی پوسته. یعنی موقع بستن هم اگر خواستید با اون پیچ جابجا نکنید، معمولا کوتاه‌ترین پیچه. البته این چیزی که الان می‌بینید قبلا باز شده و این پیچ بلنده، فابریکش از این کوتاه‌تر. یه آهنربا اینجا داریم که حجم پلیسه‌هایی رو میگیره که حالا اگه پلیسه چیزی موجود تو کارتر باشه، آهنربا کارش اینه که پلیسه رو بگیره. واشر در میاد بعد از اون. واشر هم معمولا سعی میکنیم هیچ چسبی چیزی هم نیاز نداره، معمولا سعی میکنیم اگر سالم باشه همین واشر رو استفاده کنیم تا حالا هزینه ها رو والا نداریم. امروز که من دارم خدمتتون عرض کنم فکر میکنم قیمت واشر اورجینالش حدود 2200 و اینا باشه. آویزون کنیم این چیزا که هم دست نخوره. داره روغن میریزه. میخواد بذار روغنش بره اول، بذارش همینجوری روغنش بره. یه دونه خار اینجا داریم برای برگردوندن این باند ترمزی است که باند ترمزیه رو باز نگه داره، بکشه سمت بالا. دیفرانسیل رو داریم، دقت کنید دیفرانسیل پژو پارس 207 مگان تیپ‌های مختلف با هم فرق میکنه. اگر استوک تهیه کردین جای هم نمیتونید استفاده کنید. یه سنسور مدادی اینجا داره که اینم سنسور دور خروجیه که دور خروجی خود گیربکسه. اینم با یه تی سی باید از این قسمت باز کنید تا بتونید این کرانویل و پینیون و اینا رو مربوط به دیفرانسیل رو کامل بیارید بیرون. اینم یه پیچ ستاره یه تی سی میخوره. بذارشم به این صورت.
یه فنر برگردون اینجا داریم مربوط به فنر برگردون دنده پارکی که دنده پارک رو هل بده جلو که درگیر نمونه با لاک اینجا. شیفتر اهرام دنده پارکه که موقعی که شما دنده رو پارک میذاری هل میخوره میاد سمت جلو، به دنده پارک فشار میاره و موقعیت رو میکنه. یه پر بدید 90 درجه یه خار داره که بیرون میاد از این قسمت، یعنی فشار داخل یه 90 درجه راحت آزاد میشه. حالا تو دمونتاژش هم تو مونتاژ کردن گیربکس مجدد من اینا رو دقیق تر توضیح میدم خدمتتون. موقع باز و بس بولبرینگا رو چک میکنه، این قسمت آلفور تو این مسائل خیلی خرابی کمتری داره ولی هنوزم خرابی داره. خب درام جلو 2 تا بوش میخوره، بوش حائز اهمیت، باعث فرار روغن میشه که همین شافت اصلیمون اینجا قرار میگیره، یعنی به این صورت شافت اصلی قرار گرفته. 2 تا بوشی که اینجا میخوره معمولا جاش هم اگه خراب بشه روی شافت اصلی میندازه، باعث فرار روغن میشه. باند جلو رو داریم که اینم عرض کردم خدمتتون خرابی چیزی داشته باشه معمولا از اینجاست. سر جلو هم باز شد، چیز دیگه ای نداره. یه دونه سرو هم اینجا داریم، سروی کوچیک‌تریه مربوط به قفل کردن باند جلویی که از اینجا کار میکنه. برای باز کردن صفحه پشتم اینجا ما یه خار داریم. حالا خاره رو مثلا برای این گیربکس من نیاز ندارم بازش کنم، ولی خب باز میکنم که توی حالا تصویری که دارم میگیرم کامل 0 تا 100 همه چیز رو توضیح داده باشه. خار از این قسمت باز میشه، مجموعه صفحه و سیاره‌ای و خورشیدی و اینا رو کامل میتونیم بیرون بیاریم. بعدش یه سرجیبی کمک من اینجا بگی کنارش اینجا. آره خیلی قویه. که باز بشه شافت از اون خودش میرسه. 2 تا بولبرینگ داره، جهت بولبرینگ مهمه، خار داره و پین داره، 3 پینه میشینه توی پوسته. خورشیدیه رو داریم. گیربکس ما 4 دنده است. گیربکس 4 دنده با یه دونه سیاره‌ای کارش راه میفته، یعنی مورد نیازش هست و کافیشه. حالا مثلا گیربکس 6 دنده رو ما داریم که با 2 تا مجموعه سیاره‌ای داره کار میکنه. خار داخل اینجا هست که اینم داخل میفته به این صورت و مجموعه قفسه‌ای و کریر که پیوسته است. یه بولبرینگ کف کردم اینجا میفته. خرابی که داره این باند تموم میشه، زمانی که باند تموم بشه میخواد ترمز بگیره، یه استکاک ایجاد کنه یا لاک کنه. باند که تموم بشه دقیقاً این لنت و ترمز، لنت و دیسک وقتی تموم میشه اینم همین اتفاق میفته. اینجا خط میندازه. خطی که اینجا میندازه باعث میشه که حالا یا این بعضی بچه‌ها اینو میفرستن تراشکاری از اون ور صفحه تعمیری میگیرن، یا اینکه استاندارد اینه که این نو بشه. با 4 تا پیچ TC فابریک، حالا TCه، زیاد اینا رو موقع بستن صفر نمی کنیم، میبره. خیلی داریم میرفتیم اینا بریده، حالا یا پشتش بچه‌ها میان یا پیچ و مهره میندازن یا حالا 2 تا ضربه آروم بزنید کارتر بازش. یه واشر داره، معمولا خرابی نداره ولی خب واشره بعد یه مدتی ترک میخوره. حالا ترک میخوره میشه اولش 2 تا آهنربا اینجا داره که پلیسا رو میگیره. جان یه مدت پیش دوانه دارم علی بود. آره خب اینا رو باز کن. برای که ساعتی رو بیرون بیاریم یه دست سیم داریم، 3 تا پیچ اینجا داریم، 4 تا پیچ اینجا. این 2 تا و این پیچ ها رو نیاز نیست باز کنید برای بیرون آوردن ساعتی. حالا دلیلش رو میگم خدمتتون که چرا نیازی نیست.
خب یه دوپخ هم بیار. برای آزاد کردن این دست سیمه یه دوپخ احتیاج داریم. به این صورت زیر سوکتا میندازیم، یعنی خیلی آروم و راحت بیرون میاد. فقط اینا ایراد شکستن زیاد داره، معمولا مدل های ماشین ها اومده پایین زود میشکنه. حاضر این قضیه باشید. 5 تا سنسور به صورت عمودی و یه دونه سنسور هم پایین بلوکه داریم که حالا دونه دونه من کارکردش و وظایفشو میگم خدمتتون. یه دونه سنسور دما هم داریم توی گیربکس آیل 4. سنسور دمای این قسمت تو خود دست سیم. اینم اسپویل دستی بلوک هیدرولیکه. شیربرقی اصلی رو داریم که شیربرقی فشار اصلی و شیربرقی لاکاپ به ترتیب. اینا رو من مجدد دیتاشو میذارم براتون که فراموش نشه. اینم از بلوک هیدرولیکه. 2 تا اورینگ اینجا داریم. اگر بیفته یا فراموش کنید، ماشین دنده عقب نداره، اینا رو دقت داشته باشید. یه دونه دست سیم اگه بخوایم در بیاریم از این قسمت در بیاریم، ما الان نیاز نداریم برای در بردنش. یه خار اینجا داره، به همین راحتی خار در میاد و دست سیم رو میتونید بکشید بیرون. اینجا من برای این گیربکس نیاز به در بردنش ندارم. خونک‌کن گیربکس، خونک‌کنای آیل 4 2 مدل هست. یه مدل هست لاغر 6 پره است، یه مدل هست کلفتر مثل این، حالا 12 پره بهش میگن، تقویتی بهش میگن. تو بازار اسمای مختلفی داره. خب اون بلندتره طبیعتاً، مثلا حالا ما شهرهای جنوبی ایدئال‌تره و دما رو بهتر کنترل میکنه. بریم برای شستن، اوورهال و جمع کردن گیربکس.